سه اختصاص نو در کافدره ژورنالیستیک و نظریه ترجمه و در عموم نو اختصاص نو با مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов اعلام گردید. در این باره عبدالفتاح رحیمов معاون رکتور اوید به تعلیم به ما اطلاع داد. اختصاص های وارد گردیده با نظرداشت طلبات بزرگ مهنت به راه مانده شده است. کریم کاملوف مدیر کافدره ژورنالیستیک و نظریه ترجمه دانشگاه ضمن صحبت تاکید داشت که ژورنالیستیک چون اینستیتوت اجتماعی جامعه رشد می‌یابد. ضمن صحبت ابراز داشت که با در نظر داشت رشد ژورنالیستیک سال جاری سه اختصاص نو به کافدره اضافه گردید. در بعضی کافدره علاقه سه اختصاصی نو: وب روزنامه‌نگاری، اطلاعات و رابطه، تکنولوژی‌های رابطوی و همچنین روزنامه‌نگاری تلویزیون نقشه تعلیمی آنها ترتیب داده شده است، تصدیق کرده شده است و همچنین استاندارد دولتی از روی سه اختصاص مذکور نیز آماده شده است. در مجموع بیش از 250 صفحه را در بر بگیرد برای تصدیق به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شده است. در سه اختصاص‌های نو 40 نامگوی فن‌ها و کورس‌ها پیش‌بینی کرده شده الکی نقشه‌های تعلیمی و استانداردهای معین تیار کرده شده است. در وب ژورنالیستیک، ژورنالیستیک شبکه‌ای، سواد رسانه‌ای، مهارت ایجادی، وب ژورنالیست و غیرها آموزانیده می‌شود. باید قید کرد که در کافدره ژورنالیستیک به نظریه ترجمه استودیوی تعلیمی فروغ فعالیت می‌برد که در آن کارمندان استودیو برنامه‌های گوناگون را ثبت می‌نمایند. همچنین برنامه‌هایی که آماده کرده می‌شوند برای توسط شبکه‌های تلویزیونی سوخت، شبکه تلویزیونی سیمای مستقل یک، شبکه تلویزیونی تنین نیز پخش کرده می شود. با نظر داشت این حالت که بعضی تکنیکی جای دارد برای تیار کردن ژورنالیستان روزنامه‌نگاری تلویزیونی نیز شرایط مساعد فراهم آمده است. غیر از این یک چیز دیگر را قید کرده هستم که بعضی علمی پداگوژی کافدره نیز سالهای اخیر خیلی مثلا پرقوت کرده شده است. 14 نفر نامزدهای علم و دسنتان فعالیت می‌نمایند. باقی مانده اختصاص‌های نو زبان‌های معاصر خارجی یعنی زبان‌های عربی خطایی، تأمینات زبانی، رابطه‌های بین فرهنگی، عربی فرانسوی، فارسی فرانسوی و یک اختصاص نو طریق فاصله‌ای این هم باشد تحصیلات تا مکتبی زبان خارجی یعنی زبان روسی داخل کرده شده است. با معلومات معاون رکتور اوید به تعلیم امروز دانشگاه برای تعلیم از روی اختصاص‌های ذکر کردیده آماده بوده، بعضی تکنیک و ماده آن نیز به نوبت گرفته شده است. از همین نقطه نظر ما در اساس بعضی ماده تکنیکی دانشگاه در اساس کادرهای گویم که آموزگاران صاحب عنوان و متخصصان بلندپایه را به نوبت گرفته ما در یک جای با مصلحت و گویم که رازیگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ما پیشنهاد نمودیم یک چند اختصاص‌های زمانوی را که قبلا در دانشگاه این اختصاص‌ها نبودند و از همین 9 اختصاص من قریب 3 اختصاصش با اختصاص‌های عملی روزنامه‌نگاری داخل دارد، تعلق دارد و ساحه‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. ما بیشتر به همین چیزها بیشتر تکیه کردیم. با معلومات معاون رکتور اوید به تعلیم امروز در مؤسسه تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov در 18 فاکولتت و 80 کافدره از روی 35 اختصاص در شعبه تحصیلات فاصله‌ای و از روی 80 اختصاص در شعبه روزانه در اساس نقشه‌های تعلیمی تحصیل جریان دارد. اصل تحصیل نو باشد اختصاص‌های دانشگاه با علاوه اختصاص‌های نو به 89 عدد میرسد. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.